مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 جماعت شهرک زرنیسار ناحیه کارهای تعمیر و رنگ و بار ساختن داخل و بیرون بینای مؤسسه را از دوره به تعطیل برآمدن خوانندگان شروع نمودند. همین است که امروزها آموزگاران صنف‌های ابتدایی به نصب شعار و آویزه و عیانیت‌های داخل صنفخانه‌هایشان مشغول هستند. بنا به اطلاع مسئولین، این دبستان دارای 23 صنفخانه بوده 746 نفر خواننده را در دو بست به تعلیم فرا می‌گیرد که برای آغاز سال نو خوانش 2025-2026 آماده می‌باشند. مؤسسه تعلیمی ما امروزه در شرایط خوبی کاری قرار دارد. برای قبول نمودن خوانندگان در صنفخانه‌های کشاد و برهوات همچنین توزیع از تعمیر برآمده آماده هستیم که این از روزهای اول ماه اوگوست اکثریت آموزگاران ما به فعالیت کاری آموزگاری خود آغاز نموده. برای قبول نمودن و آغاز نمودن مشغولیت‌ها برای خوانندگان صنف یکم همه جانبه آمادگی دیده ایستادیم. امیدوار هستیم که در سال تحصیلی 2025-26 برای در سطح بلند گذاشتن درس‌های تعلیمی تربیت خوب دادن به نسل نورس هیچ مشکلی پیش نمی آید. چنین کارهای رنگ و بارسازی و تعمیر صنفخانه‌ها و راهرو و نصب شعار و آویزه‌های تعلیمی در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی همین جماعت به مشاهده رسید. صنفخانه‌های رنگ و بار گشته کشاد و برهوای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 76 گواه گفته‌های بالاست. چنانه که رهبریت این مکتب میگوید علاقه صنفخانه‌ها رنگ و بار و با صفت بلند تعمیر گردند. در این برابر کامراهای مشاهده‌ای در همه 14 صنفخانه مؤسسه نصب و برای گزارش به برنامه خونش آمادگی دیدند. همچنین بهر برطرف نمودن کمبودی نارسایی جای نشست در دایره تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی 4 صنفخانه علاوگی با همه شرایط لازمه تحصیل ساخته و بهر تامین جای نشست خوانندگان به استفاده دادند. عین حال آمادگی به سال خوانش نو یعنی به سال خوانش 2025-26 رفته ایستاده است. در 71 مؤسسه تحصیلات عمومی که در ناحیه بخش عین حال موجود است 68 مؤسسه تعلیمی پور از تعلیم جاری برآورده شده است. یک 3 مؤسسه تعلیمی که عین حال از تعمیر برآورده شدند اینها قسم داخلیشون پر از تعمیر برآورده شده است. فقط تنها قسم بیرونش مونده که روزهای نزدیک هم این مؤسسه تعلیمی از تعمیر برآورده میشوند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بخش این با دستگیری والدین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر جاری برآورده شدند. در این برابر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 جماعت دهات فیض استقلال ناحیه نیز برای آغاز سال نو تحصیل 2025-2026 همه صنفخانه و راهروهای مؤسسه را رنگ و بار نموده برای قبول خوانندگان آمادگی میگیرند. با گفته رهبر مؤسسه تعلیمی 26 صنفخانه فعالیت داشته زیاده از 1000 نفر خواننده را به تعلیم فرا میگیرد. لازم به یادآوری است که در ناحیه وخش 71 مؤسسه‌های تعلیمی و 7 مؤسسه تا مکتبی فعالیت داشته با 53700 نفر خواننده زیاده از 2000 آموزگار تعلیم و تربیت می‌دهد. گزارش اسکندر دولتов طالب جان سیف از ناحیه وخش برای برنامه اطلاعاتی نوید.